خب سلام خدمت شما دوستان عزیز. این اولین ویدیو کانال اکسپو اچ آر. میخوایم یه تمرین رو انجام بدیم و برای پایتون یه تمرین ساده است. داخل این تمرین چی میگه؟ میگه که سارا خانم یه شخصیه که صبح بخیر و کسی که حالا صبح بخیر و شب بخیر و ظهر بخیر و بعد از ظهر بخیر بهش بگه دوست داره کسی که همچین چیزی رو بهش بگه. میخوایم یه کدی بنویسیم که اینا رو بهش بگه با توجه به ساعتی که سارا خانم وارد میکنه. ما برای این کار نیاز داریم که حالا من خط به خط کدا رو بهتون توضیح میدم. نیاز داریم که یه متغیر بنویسیم و اون رو یعنی اون کدی که بنویسیم توی اون متغیر ذخیره بشه. اینپوت رو می نویسیم، یه ورودی میگیریم از سارا خانم که سارا عدد را وارد کن یا همون ساعت رو وارد کن. و چون حالا چیزی که ما دریافت میکنیم به صورت عدد، باید اینت رو بنویسیم. بعد میایم شرط میذاریم، میگیم A همون چیزی که سارا بهمون داده اگر A بزرگتر مساوی 0 بود، قشنگ مثل کد من، اگر بزرگتر مساوی 0 بود و A دوباره همون A کوچیکتر مساوی 6 بود، دو تا نقطه میزنیم که بتونیم پرینت بگیریم. یعنی از این دو تا نقطه رو حتما باید بنویسید که بتونید پرینت بگیرید. اگر این دو تا نقطه رو نزنید کلا از خط کد خارج میشه و شما نمیتونید پرینتی از این کدتون یعنی بگیرید. میایم پرینت رو مینویسیم که یه نوشته ای رو برای ما چاپ بکنه اگر بین این عدد زد. بین این عدد چیزی که داخل خود سوال به ما گفته بود، عذرخواهی میکنم بهتون توضیح ندادم. به ما گفته اگر ساعت بین 0 تا 6 یعنی همون 24 تا 6 صبح بود، شما بهش نیمه شب بخیر رو بگید. اگر 6 تا 12 بود بهش صبح بخیر رو بگید و اگر 12 تا 18 بود بهش بعد از ظهر بخیر رو بگید و اگر 18 تا 24 هم بود بهش شب بخیر بگید. چیزیه که خود سوال به ما این داده رو به ما داده که ما بیایم اینجا اضافه بکنیم. خب گفته اگر عددش بین 0 تا 6 بود، پرینت کن برای من نیمه شب بخیر که به سارا نیمه شب بخیر رو بگه. میریم الیف، دوباره میگیم در این صورت اگر A بزرگتر از 6 بود و کوچکتر مساوی 12 بود، دوباره همون دو تا نقطه، پرینت کن برای من صبح بخیر. به همین شکل دوباره الیف اگر A بزرگتر از 12 و کوچکتر مساوی 18 بود، دو نقطه، پرینت کن برای من بعد از ظهر بخیر. دوباره همینجور میایم پایین تا جایی که پرینت میکنیم شب بخیر، یعنی همون چیزی که خود سوال به ما گفته بود. اگر بین 18 تا 24 بود برای من پرینت کن شب بخیر. اما اگر سارا یه عددی وارد کرد خارج از عدد 0 تا 24، اون موقع ما باید چیکار بکنیم؟ میایم یه الس در نظر بگیریم، میگیم در غیر این صورت کل این کدا، در غیر این صورت کل این کدا پرینت کن برای من، پرینت کن یعنی در اصل برای سارا پرینت کن سارا عدد یا همون ساعت را بین 0 تا 24 وارد کن که سارا عدد درست رو وارد کنه. حالا ما بریم یه خروجی بگیریم ببینیم که کد کار میکنه. اینجا گفته که سارا عدد را وارد کن. خب ما اینجا عدد رو وارد میکنیم، 3 رو من میزنم. قاعدتا باید به ما بگه نیمه شب. خب همینطور که دقت کنید اینجا برای ما نمایش داد نیمه شب بخیر. بریم یه دونه دیگه هم امتحان بکنیم. میزنم 15، باید بزنه بعد از ظهر بخیر. خب 15 رو میزنیم و بعد از ظهر بخیر رو به ما داد. حالا اگر یک عددی خارج از 0 تا 24 وارد بکنیم، مثلا میزنیم 48، سارا عدد را بین 0 تا 24 وارد کن. اینم از کد ما که کامل کار کرد. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنون.